بریم برای شیوه جدید دستگاه برای شارژ کردن موبایل. شرایط رو میپذیرم. سایر برندها ادامه. اینجا شماره موبایل رو باید 2 بار بزنم. خب بعد که شماره موبایل زنیم 2 بار ادامه رو میزنیم. یه عکس انتخاب میکنیم آقای جیمی. ادامه خودش حالا یه دربی رو باز میکنه. میزنیم تو شارژ. دقیقا بگی اینو میبندیم. رفت برای شارژ. بعد یه گزینه میاد که اینجا میتونی برداشتن موبایل رو بزنی و شماره موبایل برای اینکه دوباره بخوای شارژ بکنی از اوله. برای ابتدا شارژ موبایل رو میزنی بعد و این در رو باز میکنه و میتونی برش داری. جدید بود چی بود؟ جدید بود چی بود؟ چی بود؟ عجیب بود. حالا ویژگی این قضیه چیه؟ ویژگیش اینه که شما گوشیتو گذاشته اینجا دیگه، برو با خیال راحت هر جایی که میخوای بری بشین، چون هیچکی دیگه دسترسی نداره که گوشیتو برداره. باید به شماره بزنی و اون عکست انتخاب کنی تا بتونی گوشیتو برداری.